سلام به بچه‌های گل پایه هفتم. ما توی ویدیوی قبلی یاد گرفتیم که اعداد منفی چی هستن. توی این ویدیو قصد داریم یاد بگیریم که این اعداد منفی رو چجوری روی محور عددی نمایش بدیم. با من همراه باشین. خب بحث ما میرسه به اینکه چطور باید عددهای منفی رو روی محور عددی نشون بدیم. این خط همون محور عددی ماست که عدد صفر وسطشه، سمت راستش عددهای مثبت و سمت چپش چی؟ عددهای منفی. مثلا اینجا براتون نوشتم عدد منفی 3 یعنی چی؟ یعنی 3 تا خونه از صفر باید بریم به سمت چپ. یعنی هرچی عدد منفی بزرگتر باشه از صفر دورتره. میبینید الان مثلا منفی 5 نسبت به منفی 3 از صفر دورتره. به این نتیجه میرسیم که هرچی عدد منفی بزرگتر باشه از صفر دورتره و بیشتر به چپ میریم. حالا یه تمرین ساده و سریع داریم. اینکه سوال به ما گفته کدام عدد به صفر نزدیکتره، منفی 5 یا منفی 2. الان اینجا نگاه بکنید، منفی 2 اینجاست، 2 تا خونه با صفر فاصله داره. منفی 5 اینجاست، 5 تا خونه با صفر فاصله داره. کدوم به صفر نزدیک تره؟ خب مسلما منفی 2. پس جواب ما میشه منفی 2. پس یاد گرفتیم که چجوری عددهای منفی رو روی محور نمایش بدیم و اینکه عددها هر چقدر منفی تر باشن از صفر دورترن. اگه سوالی داشتی برام تو کامنت ها بنویس یا بفرست دایرکت.